تمام خانوادتو با خودتو گروگان گرفتن، تمام نیاز اولیه زندگیتون رو بهتون نمیدن، شب و روز هم اینجوری تفریحی 3-4 باری بهتون تجاوز میکنن. حالا این لابلاها توی همین تجاوز، یعنی استراحت هم نده بگه داداش بری استراحتی بخوام بهت بگم نه، همون لای تجاوز حالا بهت گفته داشت رسی همت هم خرابه، بعد تو بگی وا عمه من دیگه فوش نده، من همه چیو میتونم تحمل کنم به جز اینکه به عمم فوش بدی. داستانش آشناست، اسمش خلیج فارسه. مشکل ما الان خلیج فارس نیست، مشکل ما اینه که ما رو گروگان گرفتن. 90 میلیون آدم گروگانن. من الان وقت ندارم به این فکر کنم که خلیج فارس قرار اسمش چی بشه. من الان باید به این فکر کنم که چرا بی ارزش ترین پاسپورت دنیا رو دارم. من الان باید به این فکر کنم که چرا بی ارزش ترین پول دنیا رو دارم. من الان باید به این فکر کنم که چرا کثیف ترین هوای دنیا رو دارم. چرا هیچی از منابع آب زیر زمینیم نمونده. چرا بهترین آب شربمو میدم به کشاورزی که هندونه تولید کنم بدم عربا بخورن. من باید الان نگران این باشم. من باید نگران این باشم که چرا قطر چند برابر ما داره از یه میدون گازی مشترک گاز برمیداره. من باید به اینا فکر کنم. خیلی راحته. برگرد توی تاریخ نگاه کن، ببین کی در مورد خلیج فارس صحبت شده. هر وقتی که میخواستن ساکتت کنن. الانم وقتشه. نباید ساکت بشی. الان وقتشه. باید بگی صحبت من، حرف من، داد من الان چیز دیگه است. من جمهوری اسلامی نمیخوام. الان نگران خلیج فارس نیستم. فعلا.